سیدی های قدیمیت رو دور نریز. با یکم دستکاری میتونی ازشون یه پنل خورشیدی بسازی که حتی یه لامپ 100 واتی رو هم روشن کنه. اول با یه سیدی بلوری مثلا یدا شروع کن. محکم نگهش دار و با دریل 2 تا سوراخ بالاهاش بزن. یه تیکه سیم مسی بردار، از سوراخ‌ها ردش کن و چند دور نه خیلی سفت دور سیدی بپیچش. آخر سر سیمو از سوراخ دوم رد کن. حالا بذارش زیر نور آفتاب و با ولتمتر امتحانش کن. میبینی حدود 7 ولت برق میده. همون یه سیدی میتونه یه پنکه کوچیک رو راه بندازه. بعد همین کارو با بقیه سیدی هات انجام بده، با سیم قرمز بپیچشون و قشنگ روی یه تخته بچین. طبق نقشه سیم‌های مسی سیدی‌های کناری رو به هم وصل کن. یه گوشه یه تخته 2 تا سوراخ بزن، سیم برق رو ازش رد کن و به سیم‌های مسی وصلش کن. بعد یه عالمه رزین اپوکسی روشون بریز و بندازش تو آب تا خشک شه. وقتی خشک شد، تخته رو جدا کن. حالا سیدی هات تبدیل شدن به یه پنل شفاف و یک تکه. پنلت آماده است. بذارش زیر آفتاب، می‌بینی ولتاژ میره بالا تا 220 ولت. بذارش روی پایه، مثل یه پنل خورشیدی واقعی کار میکنه. سیدی های بلوری به خاطر نانو ساختاراشون نور خورشید رو خوب جذب میکنن و به برق تبدیلش میکنن. حتی میتونی چند تا لامپ هم باهاش روشن کنی. ساده است نه؟ اگه برات جالب بود پست و لایک کن و برای دوستات بفرست.